چه میکنی؟ همه چیزا برش گفتی؟ همه چیز نه قلیج. چطور در فکرت آمد که قبر باز کنین؟ خب اصلا اکبای یعنی که این هم اصلیش نبوده. با مرگش امی که فهمیدم کارمند استخبارات بوده، باز تمام شکایم برطرف شد. رابطه اصلا اکبای با علی جاندان چی بود؟ با هم بسیار نزدیک بودن. خب به نظرم کسی که به خاطر این کار علی را تربیه کرده بود اصلا اکبای بوده. میشه کمی واضح تر بگوین؟ دوستی این موالی دختر از اکبای اینجا دعوت کنید. میخوایم خودم هم رشته بزنم. امرتان به جامعه شاقا. موضوعات دولت بسیار زیاد تحقیق میکرد. دوستی موالی از مکتب نوبلو شروع شد. بعد از معرفی شدنش با قاسلان درباره موضوعات دولت بسیار زیاد تحقیق میکرد. وقتی که میپرسیدم میگفتی مسئولیت همه ما هست. از همین خاطر تصمیم گرفت که تحصیلات خود دیگه شهر ادامه بده و بعد از او به خاطر کار کردن برقرار رفت. به نظر شما علی جاندانه اصلا اکبای داخلی کارو ساخت؟ علی بسیار یک بچه لایق بود. راستش درباره چیزی که من فکر میکنم بله، یعنی به نظر من این بهترین راه به خاطر استفاده از یک شخص است. اگر این قبر مربوط نامزادتان نباشه باز شما فکر میکنین که هنوز همو زنده باشه؟ خب اگر راستش بگویم نه خیر، حالا اصلا برم این مهم نیست که علی زنده است یا مرده. حالا برای این سوال پیدا شده که علی جاندان کی است؟ این خواهرت چی میکنه؟ چی شده بیادر خود قسم میکنه؟ یعنی چی قسم میکنه؟ هر رقمی که باشه آدم در جریان وظیفه است میخوای که فاشش کنه؟ بیادر اگه زنده باشه حتما این خبر شنیده میایه. خب خیلی تو هم اینجا منتظر باش، اگه آمد باز خبر بده. مورا بسیار جگرخون ساختی بچه. اگر نمرده باشیم جگرخون هستیم، اگر مرده باشیم جگرخون هستیم. نه امیده که بر آن خوش کنم دل، نه پیغامه نه پیک آشنایی، نه در چشم نگاه فتنه سازی. نه آهنگ پر از موجه، صدای آشنایی ز شهر نور و درد و عشق و ظلمت، سحرگاه کسی دامن کشان رفت. پریشان مرغ ره گم کرده ای بود که زار و خسته سوی آشیان رفت. خدایا صبر بده. خب
خب آلی یگانه مقصدم یعنی به خاطر پیدا کردن ایلف ولی که مرا با تمام مشکلات تنها مانده رفت می باشه و تمام سعی و تلاش ما صرف به می خاطر است. تشکر. حالی اینجاست ایلف. مادرتان آمده بیادر. مادرم؟ تو میخوای علی را از من ببری؟ میخوای چی بگو حکمت بیادر؟ ایلف تو هیچ میفهمی که چی میگی ها؟ به خاطر که آدم ده وظیفه است تو در مصاحبه خود میگی که علی جان داد میان شماست؟ به خاطر که پیدا شو حکمت بیادر. همین که یک بار جساست آغوش گرفتیم کافی نیست؟ کافی نیست حکمت بیادر. ما به خاطر هیچ پوچ درد کشیدیم، حتی غمایمم دروغ بوده. به خاطر که مواقعیت را گفتم علی میموره بموره، به خاطر او من هر لحظه مردم. سر علی قار بودم اما منصرف شدم. اگر من با جای او می بودم همی کارم میکردم و خوب کرده که راز خود به تو هم نگفته. بیچاره بودیم بچیم، یک تو را پیدا کردم تا که پیشت بیایم. امر کنین نظیفه مادر. هیچ فکر کسی در سرش نیست، هر کس مثل طوفان به یک جهت در حرکت است بچیم. الف میگه که کسی که در او قبر است علی نیست. اما تو رست کلشان سر علی ما بسیار قار هستن، اما من هیچ قار نیستم. حتما بچه ما چیزی را میفهمید. حتما اگه از ما میگه پاپوت کده بود حتما چیزی را میفهمید. اگه وظیفهش باشه پس چطور به ما بگویه؟ دلم میخواه که بالاخره بچه ما ببینم. او حتما یک روز میآید. اما من امیده دارم بچه. یگان آرزویی است پیش از اینکه از این دنیا برم میخوایم یک بار دیگه چهره بچه ما ببینم. با مادر پیریتی کمک کده میتونی بچه؟ مادر در هر رقم ماموریتی که باشه مادر خود از یک جایی میبینه، تماشا میکنه و حتما یک روز دوباره پیشتان میآید. هر کار بتونم براتون میکنم. سنگ با قدر وزنش حمل کردم. ما دیگه طاقت ندارم. حسرت تو سنگین تر از سنگ است. ما گزارش شما رو دیدیم خانم ایلف. میخوایم در این مورد امرایتان گپ بزنم. با ما هم جنایت علیه عباس بچه استاد و هم وضعیت نامزده تان مهم است. من قبلا امرای شما ملاقات کرده بودم، یک معلومات میخواستم. کار ما در این مورد نو شروع شده. میخوایم با هم شراکت کار کنیم. مطمئن هستم بعض موضوعات از کم دیگر کمک کرده میتونیم. چرا نی؟ بریم. بفرمایین. پلیس می آید؟ به خاطر به دست آوردن پول بیچاره از بالا افتاد. خدا بخیر.
وطن مادر است، بیرق کفن، یک قطره اشک مادر خودش کفن است. در موضوع پولا چیزی به دست آوردین؟ هنوز نه بیادر. یک جای مطمئن است. اونا وعده نکردن اما احساس میکنم که میشه. تا چی وقت خبر میاد؟ اگه مثبت باشه زود خبر میرسه، اگه منفی باشه هیچ وقت. برای تبلیغات با این شماره و ایمیل آدرس با ما به تماس یک کار دگام داریم. خلیل ابراهیم کپر. خالو؟ این خالو در کجاست ماما؟ به زندان. دیگه کجا باشه؟ خیرت هست؟ میکشمش ماما. از کجا؟ از هر جایی که باشه ماما. بیادر، در این جنگ در کارهای دولت ها مداخله میکنیم. اگر کار کسی را داده میشه کار دولت باشه انجام میدیم. با جای خسرو آقا کاملا نموتر. تو مامایم بسیار جدی کار تعقیب میکنین. چی را تعقیب کنیم خواهر زاده؟ میفهمم که آدم کجاست. کار ما خود مشخص است. امکان نداره. ماما امکان نداره وجود نداره. این کار میشه. ما میخوایم که اول شما موقعیتش را پیدا کنین. باز ما براتون میگم که چه رقم فرارش بدیم. با خلیل ابراهیم کی در ارتباط میشه؟ مامایم، اما امیال نه. اول کاری که میگم انجام بده. ما پالایشون چه رقم بگیریم بیادر؟ از هم جدا نمیشن. در دستشان ماشین داره. مثل ما همه چیز ساده نمیگیرن. حرفه‌ای هستن. هر حرفه‌ای واقعا یک ضعف داره عبدالله. جای بود باششان پیدا کنیم. کاش که پلستر رو باز کنن. عبدالله پلسترهای اورهان باز کو. همه قصر راحت بسش از دیگه. خداوند از شما راضی باشه پولاد بدر. اگه بدل مامان باشه تا آخری رو باز نمیکنه. بیادر حال دیگه گپی موتر خلاص است. زیاد مصرف میکنه. اگر تبدیلش کنی بسیار خوب میشه. مادر تو چند سال است جانم؟ 83 ساله. پدرت زنده است؟ پدرم 2 سال از مادرم کده خورده زنده است. زن بیچاره زیاد مصرف داره؟ پیر از دیگه تنها مصارف دوایشش. هر وقتی که پدرت مادرت گور کرد باز وقت ما موتر گور میکنم. هنوز چند سال است جانم؟ 23. تو کارت کو بچه. تو این فکر مصرفی نباش. تو که این رقم در جمع بزنیش موتر نوام که باشه خراب میشه جانم. حیف منه؟ آقا ای آدم چندان خوب معلوم نمیشه. ما نمیفهمم که کی آدم است و کی نیست. تار فروش گذار میتیم که زندگی ما تضمین شوه. دقیقه وقت تو با یه احمق غرض نگرفتن آقا. مردم مثل ما عقل خود را از دست ندادن. از این پیسه گرفتن مثل زمین گرفتن از اسرائیل مشکل است. جانش میگیریم و خلاص میشه دیگه. اصلا ما خراب نکو احمق. کدام کار اشتباه نکنین.
میخواستم که پیش شما با تسلیت گفتن بیم. دوستم از دست دادم. دوست 40 ساله ما آخرین نمونه های نسل خود بودیم. سلاح فروش با قاچاق بر مواد مخدر. یک جای آوردن مشکل از پولاد. حادثه متاسفانه مجبور هستم که بگویم حادثه بود. اما یک گپ خونم به جوش میاره. کی کشتش؟ کارهانلی کارا را سر کلیش میکنه. این موضوع حادثه تکر کردن و جان باختن کلش دروغه. چی میکنین؟ کلیچ پیش هر کس که باشه او برنده است. کدام کار از دست ما ساخته است؟ ما دیگه بسیار پیر شدیم پولا. اینقدر که دیگه از کس انتقام گرفتن نمیتونم و در کار بارم مداخله کردن نمیتونم. تنها آرزوی من میست که به نواسایم یک زندگی خوب بسازم. کاری را که به دخترایم انجام دادن نتونستم میخوایم به نواسایم انجام بدم. امیدوار هستم که کار کده بتانین. تو انجامش میتی پولاد. نفهمیدم. نترس نامزادی نیست. 680 میلیون دلار دارم پولاد. از امروز به بعدی پول از توست. مسئولیت آینده نواسای ما هم با دوش توست. شخص مورد اعتمادم تو هستی. تشکر میکنم ولی به پول نیاز ندارم. اونا برادرزادایم هستن. هر چیزی که در توانم باشه انجام میتم. ای بخشش نیست. در بدل یک چیز میخوایم. یک روز کارهانلی را میکشی و در جای تو میشینی. وسیله که آدم بارون میسازه دوتا است: سلاح و مواد مخدر. هر کاری که از دستم بیایه برات انجام میتم. از من امروز خواسته شد که خلیل ابراهیم کپر فرار بتم. کارهانلی بسیار آدم هوشیار از پولاد. آقا خسرو ناحق نکشته. من انتظار ندارم که جای بارونه بگیرم. اگه میخوایی که زنده بانی باید کوشش کنی از همه بزرگتر باشی. تو باید اینقدر بزرگ شوی که جاگزین نداشته باشی. باید شکست ناپذیر باشی. کارهانلی از چی منصرف شده نمیتونه؟ اول قلیچ، دوم چوکش. خلیل ابراهیم اگه همراهیت بگیری باز قوی میشی. با خاطر قدرتمندتر شدن باید قلیچ همراهی داشته باشی. و تا وقتی که کارهانلی زنده است به هیچ کس سرخم نمیکنه. چرا اجازه میتیم که بریم؟ قول میتم که تمام چیز خوب شد دوباره اینجا میگی. چی رقم خوب میشم مادر؟ مادرتان کوشش میکنه تمام چیز خوب بسازه. پس شما چرا خواستین که خدا بکشین مادر؟ چرا که نمیخواستم یک روز جنازه شما رو ببینم. مادر من نمیخوایم که برو. هر دویتان در سایتان خوانده پس میین. با کل ما با هم خوش میباشیم. وعده میتون. میشی روی ما خالی شد. شاید که متوجه ما شون. تو باش. موتر بعدی را بگو که تعقیبشون کنه. باید بفهمیم که کی هستن.
یا که ما را تعقیب میکنن یا که محافظای احمق هستن. تعقیبی نیستن آقا، من متوجه هستم. تا حالا چندین موتر ما را تعقیب کردن. در هر چارای موترها تبدیل میشن. دور بخوا. در پشت سر ما کدام گپ هست اما بچه هر چیزی که میشه در پشت سر ما میشه. چقدر تشویش میکنی؟ پیش روی تا سایکو توبه در فکر پشت سر نباش جانم. بادیر کاری که حکومت کنن. پایین شب موقع آدمی را که نمش رازی به مرمی میزنی سرعت بگیر. برو موتر دیگر بیار. درست است. یک دقیقه نوشته میکنم. بله بگو. درست است. تشکر. اونا در ازمیت می باشن. ایام نام هتل. بسیار خوب. بیا در هتل مشکل است. مشکل رفت آمدش است. اگه چهره ما را ببینن باز ما را میشناسن. در این حالت فرار دادن خلیل ابراهیم مشکل از خواهر زاده. چرا مشکل باشه؟ امرای اورخان ما موضوع را حل کردیم. اگه اونم چیزی که ما فکر کردیم فکر کنن ما داخل هتل میشیم. موضوع زن از بیادر از این که در سلاح قوی در کجا از خواهر زاده؟ باید ازمیت نفر را پیدا کنیم. ماموتی نفرایت اونجا روان کن. درباره هتل بسیار چیزا را باید بفهمیم. از این بعد آقا داوود همراهتان می باشد. شما توجه رو جلب کردین آقا. 30 سال است که در این موتر رفت آمد میکنم. نه کسی پشت ما گرفته بود و نه تعقیب میکرد. اگه این محافظین نمی بود حال خزانه خالی و بجای خوردنی دوا اینجا مرده تان افتاده بود. خداوند مرا نگاه کرده. خنده کو جان من از خود نمردم. ببینین از این بعد همیشه همراهتان هستم و شما را همراهی میکنم. بدون هماهنگی با ما شما به هیچ جای نمیرین آقا. با خود غم بخرام.
مقصد در داخل خانه خودش کدامتون رو نمیخوایم. خانوم من رو میکشه، او وقت شما هیچ کاری نمیتونین. فهمیدی جانم؟ لالا در گمرکا مشکل است. به خاطر این مشکلات تمام قدرت خود از دست دادیم. افراد نو؟ نمیشه لالا. آبودین تو دروازه نیست که در اونجا نام ما نوشته نباشه. خیلی چطور کنیم لالا؟ هر قسم فشار امتحان که آبودین، مادی، معنوی، سلاح، قدرت، تهدید، هر چیزی که به ذهنت میایه. کمی وقت میگیره. وقت نیست آبودین. اگه ما قدرت خود به اونا نشان ندیم باز به بزرگای خود چیزی گفته نمیتونیم. جدی باش بیادر، دیگه سر دل خود حرکت نمیکنیم. دلم داریم لالا. درست است. هیچ امیدی نیست بیادر. پیشنهاد نیست. بیادر اینا در ازمید زیاد وقت نمیمونن. اگر چیز پیدا نکردیم میریم در پیش هتل کمین میگیریم. عبدالحی ببین حال کار ما به کجا کشیده. اوه پژمرده بچین، بسیار مصروف هستی. یک دقیقه ماما، شخصی نیست، کار است. بله گلم، صدقه سرت بگو که یک ساعت ناوقت برن. مشکل پیسه نیست، قول میتون فردا میبینیم. آرهان بگو که وام بیایه. ما تصمیم خدا گرفتیم. با معجزه باور داری گلم سر؟ امشب با هم هستیم. ما برات زنگ میزنم گلم. توف خدا لعنتت کنه. خواهر زاده من این بچه را روان نمیکنم. ماما گناهش در گردن تو میشه. بی بچه خزود کار ما را حل کرد. آفرین آرهان. من از تو تشکر میکنم بیادر، بزرگ هستی. بیادر ما میایم. راستش موضوع خالوان مهم است ماموتی، ولی را خودم حل میکنیم. اگر نتونستیم پس میاییم. اما خلیل ابراهیم میخوایم. بیادر موتر چه رقم بگیریم؟ اونا خو نمیتن. قرار نیست که ما داخلاتش شویم. یک را پیدا میکنیم و میگیریم. عبدالحی بهتر از شما در پایین منتظر باشین. آقا حال باز نوبت شروع شد. اینجا خود سرکو نیست. در کو شکار گرگ نشدیم. در اینجا سر شغال ما را شکار نکنین. بریم بدیر، آقا کیف میکنه. حال دیگه ما مزاحم هستیم.
از مرنه دروازه خانما را باز کو. ایره به شما یاد ندادن؟ هر کسی که پیسه داد دروازه امو را باز میکنن جانم. تمامی داریم از تو از گلم. پیسه چی است؟ بگی دست من. پای درد میکنه جانم. مهم نیست. تو در فکرش نباش. تو فقط خنده کو که سر ما شک نکنن. بفرمایین آقا. زنده باشین خانم. خواهش میکنم. بسیار تشکر. خواهش میکنم آقا. سلام، شب بخیر. اتاق خالی دارین؟ البته آقا. منظور می بود که یک اتاق لوکس باشه. شما 2 نفر هستین آقا؟ اصلا ما خانواده کلان هستیم. مال امرای خانمم تنها هستم. چطور جگر؟ جکوزی، سونا فلان، هر چیزی که میخوایی بگو. دوستا آماده میکنن. پیسش نقد میپردازم. یک اتاق بسیار خوب برتان داریم. باش پیسه بتون. نفس توی کار بگو که پای من درد میکنه. بیادر و دختر و بچه رو روان کردی. تا صبح در اینجا منتظر میمانیم. مداخله نکو عبدالحی، او بچه کار خودم میفهمه. اگه به ما رعیف میشه بیادر. آه عبدالحی، تا مردی. نه بیادری، تو چی میگی؟ اور خودم تشکیلات بگیریم؟ در 3 روز تشکیلات از بین میبره بیادر. کارهای را کارخان انجام میته، هیچ کس نمیتونه عبدالحی. این فراموش نکو. در او قریت چی فیلمایی را که سیل کرده؟ در کجا از کجا داخل شوی؟ در کجا با کدام لباس بری؟ کجاش میفهمه؟ نه بیادر، هیچ فیلم سیل نکرده. رشخندی میکنه. فیلمایی را که او سیل کرده، مرغ کرک، مرغ که هیچ وقت تخم نمیته، سر بالم بالا شو، اینا است. دیوانه. بسیار کار خطرناک انجام میتیم گلم. پیسه کار بی خطر کم است. این کار که خلاص شد برای 1 ماه خارج ما اصل میریم. بان دیگه دروغ گوی. صدقه دروغت شوم. برم خیال بده که متوجه پالا می باشی. بچشم خاطر دی مورد جمع باشه. صدقه شوم فکرت باشه که بازیت نتو بسیار آدم شوتار است. اگه نه باز من خودت در خواد دادم چون دوست دارم دختر. آدم بخیل. آزارم نته. نمیبینی؟ در وظیفه هستیم. آزار نته دیگه. بیبی جانم در ماموریت هستیم. گلوی تک موج کو. من خود مردم. چراغ خاموش کرد. حالا زود باش دیگه.
در غضب خدا شوی زود در بگی دیگه. الان دیگه لعنت اشپلاک بزن زود باش. این دختر چه شد بیادر؟ زود باش عبدالله، حرکت میکنیم. اینجا چی گپ است ها؟ اوتان آتش گرفته بیادر. لفتا غیر فعال است، از روی زینه برین. اینجا چی گپ است؟ ساختمان آتش گرفته، بیرون بیایید. بس شد، بس شد، بس شد، گفتم بس شد. این چقدر سنگین است عبدالحی. اهل مال مردم خورده بیادر. یکی گرنگ نباشه یکی باشه بیادر.
کسی نمیتونه از ما سوال جواب کنه و هیچ کس هم چیزی را برای ما تحمیل کرده نمیتونه. هیچ کس نیست که از دست ما در امان باشه. کی را میگم احمق؟ ده حالت مردن. ای که دعای بد کنی چی فایده؟ هوشیار باشه دانه بسته کن. فقط وقت جواب دادن گپ بزن. جوان مرد باشین احمقا. اگه سوال میپرسین طرف چشمایم دیده بپرسین. ای تو سوال نیست که جوابش نفهمم. نام خدا بسیار زبانت دراز است. اگه بر دولت کار میکنی کمی مؤدب باش. کدام دولت؟ دولتی که برش خیانت کردی. آدمی که مرا خواهین بگویه هنوز به دنیا نامده. شما فهمیدین؟ ما به خاطری ملت در کجا که نرفتم. شبا شما با خیال راحت در بستر گرمتان میخوابیدین. شما مرا خواهین گفتن نمیتونه. بسیار تشکر بچه. این خدمت تو را دولت فراموش نمیکنه. معلوم میشه که نفر دگام زیاد خدمت کرده. بچه مینا قدرت دولت قدرت خود فکر کردن. میخوایم بشتم که کدام قدرت دولت آقا اصلان کشته. تو پادر مافیاستی بچه. این کار ماست پولاد. وظیفه خود انجام دادی. با دلش حتما دریافت میکنی. ما وعده که کده بودم انجام دادم. وقت آمدن همراه مرمی زده میتونستمش یا که خودم ازش تحقیق کده میتونستم. در فکر کارای شما نیستم. جواب دو سوالم میخوایم. آقا اصلا کی کشته و چرا به مناطق ما حمله کرد؟ چرا حمله کنه؟ صرف به خاطر پیسه آمده. از او بشنوم و میرم. بیا اما صدایت نکش. باید بفهمی که اینا حتی صدای یک موشه 40 سال بعد هم فراموش نمیکنه. حیف بچیم حیف. سر شما زیاد زحمت کشیده شده. ما برای دولت وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام داده. ایگه پاربان فقط به سوالایم جواب بده. تو امر کشتن عباس از کی گرفتی؟ این راز دولت است. نظر به ای که من نمیفهمم راز دولت نیست. اگه نمیفهمی از دولت نیستی. ایره میفهمم که نفر کی هستی و به کی کار میکنی. عقل تا در سرت بگی. ما فقط طبق دستور عمل میکردم. دیگه چیزی برای گفتن ندارم. حمله کردن بالای مردم و خراج گرفتن به تو یک دستور شده. با ما یک فهرست داده شده. فهرست تاجرایی که به مجرمین و جنایتکارا کمک میکنن. خارج از او فهرست با کسی دیگه غرض ندارم. هر دو امر از یک جای گرفتی؟ امر از یک جای گرفته میشه. از کی؟ بچه استاد عباس بدون هماهنگی با ما کار میکرد. متاسفانه که خارج از معلومات ما بعض کارها را سر دل خود انجام میداد. مثلا چی؟ تفصیلات با شما شریک ساختن نمیتونیم. مثلا نامزاد شما بسیار جوانا را تربیت کرده و بر منفعت شخصی و کارهای غیر قانونی خود از او جوانا استفاده میکنه. علی کارمند وزارت خارجه بود. چطور کار غیر قانونی انجام داده میتونه؟ اگر سوهان یک از قبرش برآمده از او نباشه، به خاطر کارهای غیر قانونی زنده بودن علی را از ما پنهان کردن. در روی کاغذ به نام علی جاندان کسی نیست. علی جاندان فعلا چی کار است؟ یعنی والا مامور دولت است؟ نظر به اسناد مرده. نظر به کدام اسناد مرده؟ تفصیلات با شما شریک ساخته نمیتونم. پس شما مرا چه قسم کمک خود کردین؟ از شما خواهش میکنیم خانم، وضعیت بسیار اساس است. باید توجه هیچ کس را جلب نکنین. باور کنین ما از شما که زیادتر میخواییم که این حقیقت برملا شود. ما حتما به شکل درستش این موضوع را حل میکنیم و هر چیزی که فهمیدیم شما را جریان میمانیم. خب ما شما را چه قسم کمک کرده میتونم؟ مربوط به نامزادتان هر چی که پیشتان از بر ما بیارید و با اشخاصی که امروز زیاد تماس داشته بدون شما. ما نمیخواهیم که مزاحم فامیلی شویم. با می خاطر اگر تنها با یک نفر با تماس باشیم بر ما بهتر میشه.
هر چی که لازم باشه انجام میدم. حادثه که بسیار خوب طراحی شده. محل حادثه، انتخاب موتر و موتری که با او تکر کرده و آهنی که از موتر لوری افتیده و مستقیم در پشت خسرو آقا اصابت کرده و از پیشورش برآمده. این حادثه نه بلکه یک جنایت است. دلایل قطعی شما خانم وکیل؟ نشانه بریک در محل حادثه مربوط موتر لوری نیست. نظر به تحقیقی که صورت گرفته کل چیز تقلبی است. اگر نتایج طب عدلی منفی هم باشه، اما نظر به حادثه معلوم میشه که وجود شخص بسیار کم تخریب شده. آقا نظام‌الدین، نظر به دید شما حادثه در اولین مشاهده تثبیت میشه یا ای که؟ اما تو که گفتم آقا حادثه بسیار خوب طراحی شده. میشه که سالان مال صاحبم در جریان بانی؟ نه خانم وکیل. فقط فامیلشان در جریان میمانی؟ نه خیر. دلیلش؟ خانم جانان، کار ما ای است که نتیجه را بیان کنیم که هر کس میخواه بشنوه. خسرو بیکرولو در یک حادثه ترافیکی جان باخته و حال به دولت و فامیلش یگانه واقعیت همی است. ای به معنای پنهان نمودن دلایل است؟ نه خیر، دلایل کاملا واضح است. یگانه چیزی که پنهان میشه او معلومات خودم است. راحت باش، در کنارت هستم نرگس. آرام باش. دیدین پدر جان، دکتر صاحب گفته بود که خوب میشه. میبینم دخترم. اگه دکتر بخوایم ده اینجا نه، اینا ده بیرون خوب میشن. ما کوشش خوب شدنشان نمیکن اومده است. در بیرون چطور امکان داره صفیه؟ شاید که در بیرون خوب شوه. نمیفهمم. ذهنم بسیار مخشوش است. پدر لطفاً باور داشته باشین، مادرم زود خوب میشه. ما امنیتتانو میگیرم. با خاطر خوب شدنش هرچی لازم باشه انجام بده. ایف دیگه کی است؟ من خارج از دستور کار نمیکنم. کلگی مرا مشناسن. هر کاری که کردیم برای وطنم کردیم. کسایی بودن که میخواستن مرا نابود کنن، اما ازی که مرا متهم به خیانت میکنین مثل یعقوب جمیل مرا به دار بزنین. اگه او اخچه و کیر خودم از زیر پایم دور نکدم، من نامرد باشم. نامرد. چرا چوب هستین؟ منتظر چی هستین؟ شما چیزی برای گفتن ندارین؟ با چشمای بسته نباید مرا تحقیر کنین. بالا را اگه تا روشنی صبح تسلیم ما نکنین 6 بم انفجار میکنه. 6. فهمیدی؟ استانبول به هوا پرواز میتم و دنیا رو در سرتان چپه میکنم. بالا را ما نگرفتیم. مگه به خدا به شما گفتم. کی گرفته؟ کی لمسش کرده؟ در کجاست؟ و چه قسم است مربوط من نمیشه. آقای محترم، فردا صبح بالا را تسلیم نکنین بحر خون جاری میشه و نام همه تان نوشته میشه. از حدت مگذری. ای که چه میشد از اول براتان گفته بودم.
شما خودتان خواستین دیوانگی کنین. هر کسی که گرفتش برو از همو بپرس. تمام کارهایی که سرما انجام دادین، کشتن عباس، بم هایی که انفجار میکنه، باز تمامش از تلویزیون سعی کنین. بدونی که مرا در جریان نمانین، کدام دیوانگی نکنین بدیر. شما را در اینجا چقدر دوست دارن آقا خلیل ابراهیم؟ قحطی است یا نفر نداری؟ صرف دیدن تو 3 ساعت ما را گرفت. رهبری مشکل داره سیف الله. راستی مسئله موضوع را فهمیدن نتانستم. موضوع اصلی است که دوستایت نمیخوای که تو در اینجا باشی آقا خلیل ابراهیم. ما از جای خود خوش هستم. مرا دیوانه فکر نکو. گفتن که فقط یک قدرت است که تو را از اینجا فرار داده میتونه. بگوین و خودش میفهمه. کی کار میکنه؟ چی وقتی کار انجام میشه؟ خواهرزاده‌ایم. نفهمیدم. پولاد علمدار. خواهرزاده مامادوران. در اینجا نامش شنیدیم. دیوانگی هاشم خود شنیده باشی. خارج ساختنت از اینجا کار عاقلانه نیست، اما شک کده، عهد کده، گفته که نجاتت میتم. اگه خارج شدن از اینجا راه میداشت 7 سال در اینجا نمیفتادم. یا 30 سال زندان یا یک زندگی آزاد. تصمیم با خودت است. چی وقت انجام میده؟ سر از فردا تو آماده باش. هوای بیرون خوب است. تو ده حوالی هفته و بگی برات خوب است. سیف الله ما اینجا به خاطر مردن آمدیم. یا ابراهیم یا میمرم. دیگه چیزی نیست خبر باشین. به خواهرزادت سلام مرا بگو. ده هر جایی که میگه ده وقتش میباشم. اگه موفق به کار نشد بیاب میشم. باز وقت خواهرزادتم نمیشناسم و نفرایشم. حالا بیادر عجله کو، زود رسم کو. بعض لوازمشان ما از اینجا برده بودیم بیادر. از او خاطر برات نشته میکنم. درست از فدای دست ده صدقه. با ما اتاق با اتاق دهلیز به دهلیز رسم کو. مارا چی گلاینده کجاست و از کجا تیر شده؟ بدون رسم کردن یادم نمیاد بیادر. درست است، بدل خود رسم کو. خیر، راه رفت آمده کانالیزیسیون بلد هستی؟ بیادر اونجا را به من نشان نداده. وضعیت دیوارایش چطور بود؟ نظر به موادی که از اینجا بردن بیادر حتما باید کانکریت باشه، اما دقیقا نمیفهمم. بازده کار بند ماندیم که امکان نداره. عجیب است. تو را گرفتن همراه تو گپ زدن. به نظر ما میفهمن که علی کی است و در کجا است. این چی ربط داره؟ از کجا بفهمن؟ اونا هم دیگه خدا رو بسیار خوب میشناسن. کاکا اصلا در وزارت خارجه نفر داشت و اینا ندارن. مثلا علی و دیگه استخباراتی ها نمیفهمن که یکی دیگهشون کارمند استخبارات هستن. حتما میفهمن، اما پس در این صورت حتما میفهمن که دادسن نمورده. هر دوش موضوعات جداست. اگر در ماموریت خاص باشن نمیفهمن و باید میره نفهمن. خونه خوردی؟ کامل ارزیم گرفته. گرچه اینجا رو ترمیم کردین اما نمیفهمم. خدا خوب احساس نمی کنم. ما تو ده اینجا مرمی خوردیم پولاد.
باندگه کدام گپ نیست. او همه گذشت. تو خوب هستی؟ خوب هستم، فقط فکر میکنم. نه او را نمیگم. بعض وقتا من حسابت علی گفته خراب میکنم. هیچ نپرسیدم که خوب هستی، چی میکنی، همه چیز خوب پیش میره، کسی برات مزاحمت نمیکنه؟ هست 4-5 مزاحم. معلوم است. از همین خاطر است که به ما هیچ وقت نداری پولاد. خوب هستم. چی؟ پرسیدی که چطور هستی نه؟ اما از مکده خوب پیدا کردن نمیتونی. تو را هیچ درک نمیکنم. از زبانت علی نمیفتید، اما حال پشت چی موضوعات میگردی؟ پس چی کنم پولاد؟ علی نمرده، ماتم خود گرفته نمیتونم. من میفهمم که درباره چی فکر میکنی پولاد، اما هیچ وقت نمیخوای برام بگویی. گپای دیوانگی نزن. او آدم به خاطر ولگردی از زندگی خود منصرف شده؟ اصلا تو را چی شده؟ طرف چشمم سر کرده، میتونی گپ دلتا برام بگویی؟ از چی میترسی پولاد؟ هیلف جان، من از خود کار دارم. حالا جانم نوح شده. بسیار احمق هستی. بسیار مقبول هستی. واقعا زیاد کار دارم و باید درباره او ملاقات فکر کنم. یک کدام موضوع یادی نیست که خودش همراه تو گپ زده. پولاد کس را دوست داری؟ تو داری جانم. به خاطر این کار بالای کارمند دولت چطور باور کرده میتونی؟ اگه میخوای از مکان دولت نفر بکشی باید بالای کارمند دولت اعتماد کنی. اگه بکشیمش مطمئن هستی که روی ما کار میکنه؟ کسی کور از اونجا بکشه با خلیل ابراهیم کار میکنه. خیلی کار چه وقت انجام میشه؟ گفتن که در کمترین وقت پیسره که ببینن دویده ای کار میکنن. اعتبارش بسیار کم مونده. ما میفهمم و پالا میفهمم. ای آخرین فرصت او است. آدم که آخرین چانسش باشه زیاد خوش چانس نمی باشه. آقا ابراهیم اگه موفق نشه همه چی سر او میشه. سرمانه آقا دوگو هر قسم میشه پالا را تسلیم کنین. با احتمالات کار مملکت پیش نمیره میتاد. هم از آدم استفاده کو و هم زامنش باش و هم واسطه شده نجاتش بده. میگه استانبول از بین میره، بان از بین بره احمق. ما صدای تو با زیاد شنیدیم. امر گرفتیم. ما امر ندادیم. از جای گرفتیمش که شما میگیرین. مرا به عباس چی که او را بکشم با دوم شیربازی کده. مثل تو سر کارش با روبای مکار نیست میتاد. تو را و کسایی که برای تمر میتن روز خوش از دستم نمیبینین. از پیش ریم کم شو. آقا دوگو در 6 مکتب به ماندن. مرا از کار اخراج کنین، منفک کنین، اما جواب از ایره نه شما نه ما و نه کسی دیگه داده میتونه. جانورا را همیشه با هم نگاه کردین و با هم یک جاز بین میبریمشان. احمق ای روبایی که مشکل پیدا میکنن و در مکاتب بم میمانن از چه وقت ای کشور پیدا شدن؟ شما دشمن کی هستین احمقا؟ در داخل و احمق وطن گفته چیغ میزنه، در بیرون روبای مکارش در مکاتب بم میمانن. اما او کسایی را که ما تربیه کردیم
اونا حتی دا مکاتب دشمنشان هم بم نمیمانن. شما نفرهای آقا اصلان جمع کنین، ما اینا را جمع میکنیم آقا دوگو. هر کس باید باغچه خدا پاک کنه. اینا را همشانه هیرو بای مکار هر قدره که باشن پاک کده و اونا را تسلیم مکنه. باز ما همراه گپ میزنم میتاد. اسد برای تبلیغات با این شماره بیا در موضوع پالا را شکدیم. قصه نمی کنین؟ ماموتی قرضدار دولت بودیم، به امضا و به تعهد در پستخانه تسلیمشان کردیم. نفهمیدم بیادر. چیزی را که باید میفهمیدیم فهمیدیم. دیگه به خاطر که دولت به حکومت تسلیمش کردیم، قرض خود پرداختیم. فدایت، از او خاطر به تشویش بودم. پولاد بیادر، وقتی که آدم به درد ما نمیخورد چرا گل مرا پژمرده ساختین؟ خواهرزاده، هر چیزی که فهمیدی برای ما هم قصه کو. این آدم کی است؟ چرا بالای مکانهای ما حمله کرده؟ بزرگترین عملیات هایش چی بوده؟ ما میره میگفتم ماموتی با یه آدم یک لیست دادن که از اینا باج بگیرن. نامایی که در لیست هست به مجرمین کمک میکنه. تو هم نظر به امی عمل کو و زورگویت انجام بده. امیدوارم فهمیده باشی. درست از بیادر. بزرگترین عملیات های شما ما کاکا اصلان اینا کشتن. اینا را زنده نمیمانن خواهرزاده. معلوم نیست ماما. کاش گور از بین میبردم بیادر. ما بالای نفرهای دولت نام نمیکشیم عبدالحی. هر چیزی که دارن بیان خودشان حل کنن. یک دفعه بالای تو هم حمله کردن خواهرزاده. چیزی کردن نمیتونه ماما. اما تو که گفتی آمدن. هنوز در دست خود ما هستن. اگر توشتا نباشیم شکست میخورن. اگر نه بادام مفتیم. در این موضوع زندان هیچ بالای ما اعتماد نکنین بیادر. دل ما بیخی شکسته. بدون تو نمیشه اورهان. اما تشویش نکن. بیا از اوی کار نمیشه. نه داخل شدن امکان داره و نه خارج شدن. اون نفر منتظر موندیم. گفتیم که دولی برای خواهرزاده. وظیفه‌اش چیست؟ منتظر باشه. 30 سال به خاطر ما منتظر باشه. باید یک را داشته باشه. باید یک را داشته باشه. باید یک را داشته باشه. شلیک میکنی؟ شلیک که احمق. او روزا میرسه. آقا خوب هستین؟ دستای ما باز که احمق. جوابی کارایتان باید بتین.
حالا دیگه نه دولت هستو نه ملت. از اینجا فرار نمیشه. مرا چه قسم میکشی؟ تو مرا از اینجا بیرون کن، من تو را به آسمان بلند میکنم. تو خواب نکردی بیادر؟ فقط یک رو وجود داره ماموتی. خالو را پرواز میدیم. چه قسم بیادر؟ ماموتی میخوایم برای ما یک پیلوت چرخبال که حق پرواز نداشته باشه و بسیار پول نیاز داشته باشه را پیدا کنی. بیادر دفعتاً پایینش میکنن. یعنی ده چرخبالان میشه بیادر؟ تو پیدا کو. موضوع پایین شدن نیست، موضوع بلند شدن است. آخرین شکار خدا کده و باز یک چند وقت خدا گم میکنم. کلشان یکی یکی از بین میبرم. کسایی که شبکه ترور ایجاد کردن، کسایی که ازم تحقیق کردن و کسی که پیسه را دانم تیر کرد و کسایی که آدم میکشن و پای خدا میکشن زنده نمیمونم. دوتال چطور دادم افتاده ماقا؟ کی؟ چطور جرات کده میتونه؟ هر کسی که بود بسیار خوب تربیه شده بود. پیدایش خواد کدام. موضوع خالو را چی کنیم بیادر؟ مدیر زندان را پیدا کنین. کی است؟ کی را داره؟ در کجا کار کده؟ دیگه ای که زن اولاد داره یا نه؟ چه قسم داخل زندان میشه ماقا؟ همون قسمه که داخل اوضاع شدیم. خالو را چه قسم بکشیم؟ یاد موتر مدیر، یاد امبولانس. یک دفعه رو پیدا کنین دیگه شاسان است. در هوایت به قرارم روز شد، سرز پایت بر ندارم روز شب. روز و شب را هم چه خود مجنون کنم. روز و شب را کی گذارم. روز و شب، روز و شب را کی گذارم. روز و شب در هوایت بی قرارم. روز و شب. خالو آخر چی خواهد شد؟ اوراق نگاه میکنم دخترم. بسیار خوب است نظیفه مادر. چند روز از ده فکرم میگرده که ما علی را چه قسم از یتیم خانه گرفتیم. ما را صباحت خانم به این کار تشویق کرد. خداوند از او راضی باشه. گفت حتما باید نامتان نوشته کنین. در وقت فل به فرزندی گرفتن کار مشکلی بود. تا جایی که میفهمم زیاد منتظر نماندی نظیفه مادر. نه منتظر نماندیم. ما را گفتن که نوبت 26 از شماست. صباحت خانم به ما گفت که هیچ تشویش نکن.
بالاخره یک روز برم زنگ زد، برم گفت که یک طفل بسیار قندوله برات پیدا کردیم. چی است نظیفه مادر؟ آقا عمر تحمل کرده نتانست دخترم سنگ کشید و خانه آورد. هر باره که با اتاق داخل میشم بسیار زن تحصیل میکنه، اما ما بازم خوش هستم به شنیدنی که او زنده است و نمرده. شما نام علی را برش انتخاب کردین یا که از اول نامش علی بود؟ نامش علی بود، نام را که ما میخواستم علی بود. اینه کلش دمیز دخترم. خدا دار زده. کسی که به خاطر شهرت قتل میکنه باز خدا با دار میزنه؟ اما تو گفتم بیادر. خیلی چرا قتل کرد؟ فقط با شوق ترور؟ یک مجرم بوده. بوده اگه بالای چیزی که میخوانی باور کنی هر روز گریه میکنی. بیبی زن بیچاره در حال پاک کردن شیشه افتیده و مرده. بیادر زن بیچاره فشار داشته. نظیفه مادرم داره، مادر تو هم داره، شیشه هم خودشون پاک میکنن. مفتن چطور؟ من هم میخوایم باور کنم بیادر که همه چیز طبق نقشه انجام شده. ایران کشتن کاکا اصلان کار کدام گروه است؟ آدم بزرگ شرقی می یا نه؟ به خاطر بسته کردن دوستش یک آدم پیدا میکنن با زورم از بین میبرن. درست است، اما نمیشه بدون کشت خونی کار را انجام بدن؟ مرگ ختم کار مرده ها و آغاز کار باقی مانده هاست. کاکا اصلان یک دوره را ایجاد کرد. اگه دقت کنیم معلوم میشه که دوره را با خون خود ایجاد کرده بود و این روند هنوزم ادامه داره. امی خاصیت کار است دیگه. پس چرا انقره چوب مانده حکمت بیادر؟ نام دختر گرهام فولارا منقره از بچه هیچ کس چوب نمیمانه. آیسته آیسته مادر جان، ما عجله نداریم. پدرم در پایین است و هم بسیار هیجانی است. با من نمیگین که ایف کی است؟ بسیار قار است. چرا از من گپ پات میکنی؟ من طفل هستم. حالا مادر جان آهسته آهسته. حالا هر وقتی که خسته شدین باز میشینیم. درست از مادر جان پیش ایف میریم. نوش جانتان آقا. تشکر فراهی. دستای چرا میلرزه؟ به خاطر که کم هیجانی هستم آقا. چرا؟ میخوایم که به شما خدمت کنم اما میترسم که اشتباه نکنم. ترس انسان به طرف اشتباه میبره. چیز قابل ترس نیست. بسیار تشکر. صافیا درباره ایف میپرسم. ما با او میگم، حتما میگم. از من نفرت پیدا میکنه. مادرشم نفرت میکرد. بگویی که دیگه سر ما قار نیست. وقت کلیک وقت دوباره خوب شدن نرگس همه ما را تغییر میده. البته اگه موفق شده بتانه. هفت سال است مهمانتان هستم. هیچ کاری نکردیم که به ما به اعتماد شده باشین.
به خاطر سلامتی خود میخوایم که در هوای آزاد زیاد وقت خود سپری کنم مدیر صاحب. به خاطر حفظ جانتان وقت تفریحتان کم کرده بودیم، اما به دلیل صحتمندیتان اگر ایره تقاضا میکنین ما در مقابل شما هیچ مشکلی نداریم. آقا خلیل ابراهیم. زنده باشین. تشکر. یک خواهش دیگه هم دارم. بفرمایید. میخوایم در وقت هوا گرفتن تنها باشم. از این بعد کسی نیست که بالایش اعتماد کنم. البته هیچ کسی مزاحم شما نمیشه. ماموتی اگر پیلوتا پیدا کنه کار میشه. لاری آماده است ماما؟ کی رانندگی کنه خواهر زاده؟ آرهان تو رانندگی میتونی؟ بایسکل واره میتونم پولاد بدر، اما باید مرا خانه بسازی. باید باش، اینجا خانه مادرت نیست که قدر ناز میکنی. آرهان تو لاری را طبق خواست ما بران. کار ما که شد باز هر چیزی که میخواستی میشه. خیلی درست است. ببین چه زود خانه میشم ماما. موتورسیکل چی کنیم بیادر؟ 2 موتورسیکل آماده که عبدالحی. نمیخوایم بشنوم که پیدا نکردیم اموتی. چی وقت گفتیم بیادر؟ اون مرد کاملا دیوانه است. ما هوشیار چی کار است ماموتی؟ چرخبال باید چرخبال پلیس باشه. او را پیدا کردن نمیتونیم. پس گپای کلان نزن ماموتی، او ساده است. نوزد. بله بیادر. ما تا پای پلیس را کار دارم، کلان باشه. کلان با تیاره، با موتر، با موتورسیکل یا سرویس بیادر. چرخبال نوزد. درست است بیادر. بیادر نمبر پلیتش چند باشه؟ برش پلیت نمیزنیم نوزد. آقا مدیر پیدا کردم. آدم عجیبه است. کاملا آدم درست را مدیر تعیین کردن. در منطقه بکرام وظیفه انجام دادن. کی؟ آقا جاهد. او جاهد کل. کار ما بسیار مشکل خواهد بود. او جاهد نام ما را خوب میشناسه. ما را میشناسه. تا که تکانش ندیم خالو را نمیته، و اگر تکانشان بتیم تا که حق نگیره نمیته، گدوادی زیاد میشه. میریم تهدیدش میکنیم. تو به خانهش میری، خانمش تهدید میکنی. ما بعد از اینکه کار خود کردم برات زنگ میزنم. این احمق به زنش ضرر میرسانه. نه، همراهش به احترامی نکنی پاچا. کاش که بدیر میرفت. بدیر همراه ما به زندان میره، در بیرون در موتر میباشه. نظر به نقشه پیش میره. فهمیدی؟ بریم دیگه. در سال 1975 یک آتش سوزی رخ داد. باز تمام دوستی‌های ما از بین رفت. خب او دوستیایی که در اینجا پیش شما بود، از او دوستیا کاپیش در کدام جای دیگه ندارین؟ در سال 1975 اینجا انبار بود. تمام اوراق از کل کشور در اینجا جمع میشد خانم وکیل. دیگه امکان نداشت که کلش کاپی کنیم. آتش سوزی چه قسم رخ داد؟ نمیفهمم. در اون وقت امنیت نبود. کدام کسی اینجا را آتش زده بود. تمام دوستیای اینجا در آتش سوخت خانم وکیل. یا آتش سوزی کار کی بوده میتونه؟ در اون زمان همگی دشمن دولت بودن. خو اینجا را آتش زدن. در وقت یک خانم به نام صباحت در اینجا کار میکرد. صباحت خانم تقاعد کرد. در قریه پایین یک دکان باز کرده بود. در اونجا هم تاوان کرد. اما حال نمیفهمم که صباحت خانم کجاست. میشه برام بگوین که در کجا زندگی میکنه؟ از مردمای جنوب بود. از اهالی منطقهشون پرسان کنی برات میگن. به نظرم هنوزم در قریه زندگی میکنه. دکتر چیشو صفیان وان باید می بود. من همراهشان هستم. اول کم چکر میزنیم بعدن دکتر. خودت میفهمی. میایم مادر جان ببینیم که ایف در باغچه هست یا نه. مادرم به خاطر ایف استارت شده، به خاطر او هر کاری میکنه. بالاخره نمیگین که ایف کی است؟
پدرت برات میگه. تو همه چیز میفهمی اما چرا نمیگی؟ با نظرم اگه پدرت بگویه خوب خود بود. بیاین مادر جان. ای از ایف هست؟ شما برین، من اینجا هستم.